من تو این 2 هفته تونستم 300 میلیون پول در بیارم. تازه پیج اینستام هم پریده بود. حالا تو این پستم قرار نیست برات شوآف کنم، میخوام بهت بگم چجوری، چون مطمئنم به دردت میخوره. 2 هفته پیش رفتم زنجان تا یه تولیدی ظروف مسی رو پیدا بکنم، چون ظروف مسی ایران تو دنیا معروفه و آدما حاضرن کلی بابتش پول خرج کنن. بعد از کلی گشتن تونستم یه مغازه با کیفیت و قیمت ارزون پیدا کنم. این لیوانا دونه 120,000 تومان بود و من 80 تا ازش سفارش دادم. میتونستم ببرم تو اینستاگرام بفروشم، ولی من دنبال سود بیشتر بودم. پس انتخابم فروش به عربا بود. حالا پولدارترین عربا مال کجان؟ قطعاً عربستان. قیمتشو تو سایت آمازون عربستان گذاشتم 180 ریال که با ریال 24 تومن تقریبا میشه 4,320,000 تومان. یه لحظه واسا، الان احتمالاً میگی چجوری پنلمو باز کردم؟ قطعاً با سرویس اتم. اما اگه میخوای ببینی چجوری ارسال کردم، از اینجا به بعدش رو گوش کن. برای اینکه هزینه‌مو کم بکنم رفتم سراغ پست چهارلشکر. البته گزینه‌های دیگه‌ای هم داشتم. یه قسمت داره به اسم واحد امانات خارجه. 16 کیلو بار من قیمتش شد 8500، یعنی تقریبا دونه‌ای 100,000 تومان. از هزینه اسنپ کمتره. همه رو فرستادم امارات و خود آمازون از امارات تحویل گرفت و توی آمازون عربستان موجود کرد. بعد 2 هفته 14400 ریال عربستان فروختم. حالا اگه هزینه‌های کمیسیون آمازون ارسال و انبارداری و تبلیغاتو کم بکنم، تهش 306 میلیون سود خالص من بود. اگه میخوای فروشنده آمازون بشی، من این کلاس رایگان دارم که هر 2 هفته یه بار به صورت آنلاین برگزار میشه. فقط کافیه چنلمو سابسکرایب داشته باشی و وارد کانال تلگرامم بشی که لینکش توی دیسکریپشن هست. راستی این ویدیو یه کامنت دمت گرم نداره؟